ما توی گیلان با یه سری از غذاها خیلی خاطره داریم، مثلا قوره مسما، چون اینقدر آسون و راحته که وقتایی که مهمون برامون میخواد بیاد سرزده و نمیدونیم چی درست کنیم، خیلی سریع و راحت میتونیم یه قوره مسمای خوشمزه براش درست کنیم. بچه که بودم به مادر بزرگم گفتم مامانی وقتایی که سرزده برات مهمون میاد و میخوای سریع غذا درست کنی چی درست میکنی؟ مامانی گفتش که به قول خواهر خدا بیامرزم قمرتاج، اول باید مرغو بدون اینکه مزه دار کنی، اصلا پروسه مزه دار کردن اینجا نداریم، بهش نمک و فلفل و زردچوبه میزنی و توی روغن سرخش میکنی. حالا بقیه‌شو الان بهتون میگم، برو بریم. پس اولین مرحله اینه که تیکه های مرغ رو توی روغن داغ سرخ کنیم. نکته‌ای نداره بهنام؟ چرا نکته‌ش هم اینه که از همون اول چون مزه‌دارش نکردیم، از همون اول نمک و فلفل و زردچوبه رو بهش بزنیم که این حین سرخ شدن به خوردش بره. هدف ما از سرخ کردن مرغ توی این مرحله، جدای از این که ادویه ها به خوردش برن سریع، اینه که مرغ رو یه مقدار تفت بدیم که حین پخت عفت خودش رو حفظ کنه و وا نره. خب در همین حد کافیه. فعلا از توی روغن درش میاریم. حالا با این رنده بزرگه معروف پیاز رو ریز رنده میکنیم. پیاز رنده شده رو توی همون روغنی که مرغ رو سرخ کرده بودیم تفت بدیم. پیاز رو تفت بدیم که طلایی رنگ بشه. بعد از اینکه پیازتون طلایی شد، باید رب گوجه فرنگی رو توش سرخ کنید که عطر و رنگش آزاد شه. شما توی هر خورشتی که میخواین از رب استفاده کنین، حتما رب رو یه مقدار توی روغن تفت بدین تا طعم خیلی بهتری به غذاتون بده و رنگ بهتری. پیازامون طلایی شده، بریم رب رو بریزیم توش. من 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی رو با پیاز و روغن تفت دادم. ببینید روغنش رنگی شده، رنگ رب داره باز میشه و اینجوری غذامون خیلی خوش رنگ تر میشه. مقدار مواد لازم رو هم مثل همیشه توی کپشن دقیق براتون مینویسم. بعد از سرخ شدن رب نوبت اضافه کردن قوره است که حتما باید بدون هسته باشه، وگرنه هسته‌هاش میان روی سطح خورشت و قیافه غذا رو زشت میکنن. یه مقدارم قوره بریزیم توش. مواد سستون رو که یه همی زدین، وقتشه که مرغ‌هایی که تفت داده بودیم رو بچینیم روش. بعد از اضافه کردن مرغا باید با یه لیوان آب و در بسته بذارید 1 ساعت خورشتتون جا بیفته. بعد از اینکه خورشت قوره مسما 45 دقیقه پخت، یه کوچولو بهش گلپر بزنین. البته زدن گلپر اختیاریه ولی خوشمزه ترش میکنه. 5 دقیقه آخر پخت خورشت قوره مسما نیاز به بادمجون سرخ کرده داریم. من بادمجون سرخ کرده آماده دارم، ولی اگر که میخواین بادمجون سرخ کنین حتما به این نکته توجه کنین. پوستشو که گرفتین بهش نمک بزنین، بذارین یه نیم ساعت 40 دقیقه بمونه و این پشام یه نیم ساعت 40 دقیقه بمونه، یه آب زرد رنگی ازش خارج میشه، اون تلخیشه. اینجوری هم تلخی نداره، هم که موقع سرخ کردن روغن کمتری جذب میکنه. این رو حتما رعایت کنین. حالا من بادمجون سرخ کرده داشتم، گوجه ها رو هم سرخ کردم خودم و 5 دقیقه آخر میچینمش کنار خورشت قوره مسمای خوشمزه. بیا جلو. برای کنار خورشت قوره مسماتونم یه برنج کته درست کنین. البته نه از هر کته، یا همون کته‌ای که بهتون یاد دادم و تعدیق خیلی خفنی داره. بریم برگردونیم ببینیم چطور شده. این بشقاب خوشگل سفالی برش گردونیم.
و اینم از 8مین غذا از چالش 3 روزه گیلانه و غذاهاش. چه قوره مسمایی شده. به به به. احتمالا شما هم توی شهرتون غذاهای شبیه به قوره مسما داشته باشین، ولی اصالت این غذای آسون و خوشمزه به گیلان برمیگرده. واسه همین 8مین غذا از چالش 3 روزمون رو به قوره مسما اختصاص دادیم. فقط یه نکته بگم، اگر که میخواین غذاتون خیلی خوشمزه تر بشه و وقت دارید که 1 ساعتی مرغ رو مزه دار کنین، حالا 3 ساعت باشه که چه بهتر، اون ادویه رو که بهش زدین ماساژش بدین مثل همیشه، بذارید 3 ساعت مزه دار شه، اونجوری قطعا مرغتون طعم خیلی بهتری داره. ولی اگه وقت نداشتین، این روش بهترین روش برای درست کردن قوره مسماست. جاتون خالیه. خیلی خوشمزه است، انصافا بفرما.